آقا یه مازراتی فندیه که تو مجموعه سری کارایی حالا بدنه و موتوری و صافکاری داره انجام میشه واسه نقاشی سپرها و رکاب و اینا. بعد اصلا وضعیت خوبی نداشت، حالا داره کاراش انجام میشه. نگاه حالا اینجا رو با چی کور کردن، یه سری سیم کشیاشو با قوطی رانی اصلا برگام ریخته. وضعیت اینجا رو نگاه. بعد حالا یه چیز جالب، این ماشین کلا 50 عدد ازش تولید شده تو کل دنیا، حالا 8-9 تاش تو ایرانه. این شماره 26 میه 26. آره دیگه خلاص خودتون میدونید. یه چیز دیگه بهتون نشون بدم از جای پلاک این ماشین. به به این وسطی دیگه هم چی کار باش کردن. خلاصه که اینجوری بود وضعیت ماشین.